آمدم در ورزش فوتبال میکنم مگر وقت وقت آمدیم از خاطر که وقت است وقت نیست وقت شده تو وقت دیگه 4 بجه آمدیم مال اینجا پس انامیم اونجا پسان باز مثال میکنم تانه خوب خداحافظ دوستا تشکر روی جان تشکر دوستای عزیز خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات، شما را خوش آمدید میگم در یکی از ویدیوهای دیگه ما. من لیدا ناصری با جمع فامیل، منظورم است که همسر محترمم و اولادای نازنینم رفیع الله جان صمدی صافی، ربیع الله جان صمدی صافی و الیف جان صمدی صافی آمدیم در یک از منظورم است در یکی از ورزشگاه ها یا بخش است که به حساب فوتبال از بسیار یعنی در افغانستان خلاصه تر بگویم براتان که در افغانستان یک استادیوم داشتیم بسیار کلان است ولی پارت کردگی است. پارتش منظوری است که هر کس هر بخش را که خوش داشته باشه در اون بخش اشتراک کرده میتونه در اون بخش میباشه. بازم از خداوند متعال شکرگزار هستم، شکرگزاری خداوندم میکنم که بسیار به شبکه‌های اجتماعی دارم. به شبکه‌ها تنها مربوط من نمیشه، در هر ویدیو گفتیم مربوط تمام جامعه افغانستان میشه که به حساب به شبکه‌های اجتماعی است، با هر کی هنس میگیره و با هر کس به حساب دوست میشن. ولی دوست انتخاب کردن دوستای عزیز گرامی منظور میستم در این شرایط بسیار مشکل است. ولی من میشه اولادای نازنین ما به حساب می طبق سیستم زندگی همیشه برشان یادآور میشم که دوست انتخاب کنین که و دوست همیشه از شما کرده بالاتر باشه. بالا منظور از لباس و از پول و پیسه منظور 100% نه، از فهم و دانش مهمتر است. تجربه های زندگی مهمتر است که تجربه های زندگی بیشتر داشته باشه، فهم بیشتر داشته باشه که یک کلمه تان هدر نره که با مو کسایی که برخواست میکنین، با مو کسایی که به حساب منظور میست وقتتان سپری میکنین وقتتان هدر نشه که یک علم یا یک از یک جمله رو برتان یادآور میشه، از یک جملهشان یک حرف خوبتر و بیشتر شما بیاموزین دیگه. همو قسم شکر الحمدلله به شبکه‌های ما همو قسم عادت دارن به حساب هرچند اردوشان به حساب طفل یعنی منظور میست که به دوره طفلی قرار دارن ولی باز هم همه طور گپا را به حساب میشنون. به حساب همین منظورم همین گپا را یعنی خلاصه تو برتان بگویم گپا را میگیرن دیگه. به حساب سلام علیکی یا خوب هستم با همه جامعه کرده میتونه دیگه. به حساب کسایی که یا فهمش یا یک افکار خوبه که داشته باشه باز قد از زودتر انس گرفتن میتونه دیگه. اینجا آمدیم گفتیم باش که چون رخصتی مکتب است دیگه، از این خاطر در رخصتی مکتب دیگه چون هوا یک ذره گرمتر شده دیگه خواستیم که اینجا رفیع الله جان و ربیع الله جان و همچنان الیف جان بیاریم که هواخوری هم شوه و ورزش و یا فوتبال بسیار رفیع الله جان هم دوست داره ولی ربیع الله جان هم رفیع الله جان به حساب از شیب و تیپش یا از کافیش کسی ببینم میگن بسیار در از نظرش بگرده بگه بسیار یک کسی باشه که نخواد با کسی زودتر انس بگیره. ولی رفیع الله جان یک عادت داره که امو فکر و مفکوریش اونقدر خوبتر و بیشتر شده که
اما کسی فهمش بالاتر باشه با ما زودتر آموزش میگیرم. به حساب یک به ما گفته زبان خودش که میگه مادر جان با کسای ما میخوایم دوست باشم که یک چیز را یاد داشته باشه که من زو آموز خوب بگیرم. دیگه همه قسم دیگه با اینی بچه‌های هستند که از هر کشور هستند. اینجا ما نمیگیم که تنها جوانای خود ماست، نیست، اصلا این جوانای ما مثلا نیست. از افغان به حساب رفیع الله جان هستن، ولی از کشور به حساب از کشور عرب است. یک چند تا بچه‌ها از کشور عرب است و همچنان از به حساب یک دو دانه بچه‌های فرانسوی است یا از خود فرانسه است. از متوجه شدیم، ولی از مردم افریقا یک دو دانه دیگه به حساب اینیا هستن که یعنی از چند مملکت هستن. دیگه اینیا میشه همبستگی و برادری برابری. اینیا یک تجربه زندگی که همبستگی و هم برادری شد که با چند کشور یا فرند هستن یا فرند شدن یا دوست شدن. دیگه از او خاطر دیگه اینیا هم یکی از تجربه زندگی گفتم باش به شما هم یادآورش هم که این قسم به حساب سیستم زندگی را بیشتر برای این بخش در مملکات خارجی که قرار داریم بیشتر خوبتر میشه. چون تنها با هم زبان ما نباشیم، چون هم زبان ما خود میفهمیم که هم زبان ما میفهمیم همگی ما دیگه از این خاطر دیگه اینی را که با علم و هنر هر کشور فرق میکنه، فرهنگ و کلتور هر کشور فرق میکنه دیگه از این خاطر دیگه اینجا ربی جان با پدر جانشان چی میکنه؟ فوتبال میکنه، چون که با همسن از اون نبود دیگه پدر جانش خواست که ساعت از اون با پدر جانش تیشه ساعت ربی. دوستای عزیز هم یکی از موضوع دیگرم گفتم که من به شما یادآور شم. یکی از کسا در کمپ من شنیدم، چندین بار شنیدم، ولی باز هم میگن که ما از بس کسا مشنوم میگن که در سمت خارج طفلا به حساب خلاصه تو بگویم برتون که واضح بیخی برتون شوه، میگن که طفلا به حساب خلاصه اگه چی شوه با دولت میگیره و از این گپایش اصلا اشتباه شد، اصلا غلط است. به شرایط ازتان میگیره یا از پیشتان میبره، به شرایطی که به سر وضعش رسیدگی نتونی، به تربیه و تنظیمش رسیدگی نتونی. ایچ ما چندین جای ما از تجربات میگم که متوجه شدیم که دو طفلا دو تا سنای 13 و 14 اینجا خوب بچه و دخترها یک جای ساتری میکنن، یک جای به حساب میگردن و یک جای برخواست میداشته باشن. خوب ولی مشکل نیست، چون بدلشان خدای نخواسته کنن گپ نمی باشن، مثل خواهر برادر بودی. ام خواهر برادرم که باشی حتما که از یک وطن تا حالا چوی باز یک گفتگو یا یک جنگ و یک سرصدا می داشته باشی حتما 100% از همو نو که قد از زمین بلند میشه و دست راست چپه که بفهمی ازم طفلیت خلاص ازم نوزادی که به حساب شیشتنی میشه و ازمی تا پیدی حتما این گپا می باشه برای حتی خور برادر باشه که از دیگه گپا غلط است. اصلا به گپای به حساب منفی هیچ وقت دوستای عزیز که اگر ما را از طریق کانال لبخند زندگی میبینین یعنی به حساب ویدیوهای ما را میشنوین، گپای اشتباه بعض کسای داریم که منفی گرامی باشن، منفی میگن دیگه این گپا اصلا غلط است. چون قدر چی طبقه هناس از دخترها بیشتر است ولی از بچه ها هم است دیگه. ما این همسر گرامی ما را به شرایطی که به حساب دمی چند روز بسیار بسیار مصروف بود، بازم یک پدر موفق، یک پدر توانمند، یک پدر پرکار و پرتلاش ما فکر میکنم شه. دمی چند روز وقتش مصروف بود
به اندازه از مصروف فیزیکی و مفکوره‌ای داشت، ولی همچنان این 3 طفل است. با 3 طفلم به حساب ناز و نوازششون می‌برداره. یک پدر مادر موفق همیشه به حساب محبت کردن هم قسمی می باشه که یک مثال برتان بتم. همه روزه یک چاکلیت یا یک کاکائو بخوریم طبعا دلگیری میشنه. یک روز نه یک روز حتما دل کسی یک توندیا میشنه. مثلا یک چیز شیرینی متواتر 2 وقت بخوری، در وقت سیوم دل کسی حتما نمیشنه دیگه. از این خاطر منظور میسته هدف گپای ما می نیسته که به حساب اینمی زندگی سیستم یک مادر پدر موفق همین می باشه. حالا سال که یک پدر موفق من میدانم همسر ما که به حساب با اولادای خود با این قسم اینه که بغل کو موج کو 24 ساعت بر یک طفل به این سنایی که اولادای ما قرار داره به این حد به درد نمیخوره. یک سیاست و یک به حساب یک قرار شدن به سیستم، به حساب یک ترس پشت اولاد باشه. اگر در خارج باشی، اگر در افغانستان باشی، یعنی خارج از افغانستان باشی یا در داخل افغانستان باشی یا خارج هم که باشی، دولت نگفته دولت های اروپا خلاصه دولت هر کشوری که به حساب هم کنترل اولاد به این سیستم نداشته باشی، یعنی به حساب یک سیاست پدرانه و مادرانه نداشته باشه، اصلا این گپاش تو باسته. من از کسی شنیدم به حساب از کسی نه که بلکه چندین کسا شنیدم که طفل سرش قار شوی از پیشت میبره و از این اصلا غلط است. با شرایطی که طفل هر نظمش هر سیستمش با رقم باشه، با ترتیب باشه دیگه. این طفل که به حساب به او حد که وقت بکی طبعا دیگه باز نظمش و نظم تربیتش دیگه صفر میشنی دیگه. از خاطر اینجا دیگه این قسم بینی اینی هم یک نوع از ویدیوهای ماست که مثال یا تجربه زندگی امروز ما را به جریان ماندیم که به حساب اینجا چون چه قسم ناز اولاد برداشته شد و این سیستم 24 ساعت بغل کردن و ماش کردن اصلا به حساب طفل خوب نمیسازه. یعنی این به این قسم ساتری کنه این خواهشات چه به سیستم انسان چی کنه دیگه. ناله بعض کسا رو من متوجه شدم ولی اگه حوصله شوه یا حوصلهش باشه، شخصا از خودم به این حد قدر حوصله نمیشه. این دیگه وقت شفیع الله جان و شفیع الله جان با مگب افغانی خود ما پشت دست بسیار یک شخص موفق است. واقعیتش خداوند پشت پناه خود داشته باشیش موفق باشه همیشه. سایتون بکش. ربی جان اینجا با یک بچه ساتری داره دیگه. اینال خوب است با این قسم طفلا با این قسم کسا به حساب طفلا کاش نشوه اگر جوان باشی اگر نوجوان باشی، چون یک زبان اضافه هم یاد میگیری و هم از عادتهایش از
همو چیش آگاه میشی دیگه. واقعیتش همین عادتهای اولادای من بسیار من دوست دارم، بی اندازه دوست دارم، به حد دوست دارم. اینه روی جان با همسن خود دوست شد. پس از هران بگو خداحافظ.